خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. مهربان باشید. همه عزیزانی که صدای منو میشنوند در این کشور عزیز و محبوب و دوست داشتنیمون، ایران عزیزمون، از هر مذهبی، از هر قومی، از هر دینی، همه عزیزانمون در افغانستان دوست داشتنیمون، این کشور عظیم، این مردم خوب، در کشور تاجیکستان عزیزمون، همه فارس زبان ها و همه برادران و خواهران مسلمانم هر کجا که میشنوند، بیایید با همدیگه مهربانی و مهرورزی و امید و لبخند رو به نمایش بذاریم. بیایید گذشت رو به نمایش بذاریم. در چنین شبهای خداوند دسته دسته بندگانشو آزاد میکنه از جهنم. زمین توسط ملائکه های نورانی نورباران خواهد شد. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. ای کاش همه زندان ها در ممالک اسلامی تعطیل میشد، درهاش قفل میشد، فقط دو تا زندان درش باز میشد، یکی دل من و یکی دل شما. همدیگه رو بر محبت زندانی میکردیم تو دلهای همدیگه، محکوم به ابد میکردیم، اجازه نمیدادیم که از دلهای همدیگه بیرون بریم. انما المؤمنون اخوه. دلتو زندان برادر و خواهرت بکن، با محبت زندانی بکن تو دلت، اجازه نده از دلت خارج بشه. حکیم عرب میگه رب اخ لک لم تلده امک. خیلی وقتا برادر و خواهری برای تو پیدا میشه که از مادرت به دنیا نیامد، زایده مادرت نیست. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. هر هنر زیبایی دارید برای دلربایی به نمایش بگذار. کلمات قاصره در وصف او. واقعا زبان الکن و کلمات قاصر. و برای خیشتن خیش آگاهی، عشق و عشق می‌طلبم. خدایا مهر خودتو بر دل ما بگذار. پروردگار، ما از تو محبتت را می‌طلبیم و محبت کسانی که محبت تو رو در دل دارند و محبت عملی که ما را به محبت تو رو برساند. پروردگار، محبت خودت را در دلهای ما، از خودمون و از خانوادمون و از آب سرد خنک در روز گرم تابستانی هم عزیزتر و محبوبتر بگردان. خدایا نمرود نفس را در ما خرد و نابود بگردان و خلیل عشق را در ما زنده و احیا بگردان تا چون خلیل ابراهیم پا در آتش بنهیم و آن را گلستان بیابیم. امشب دعای ختم نماز قیام هست. امشب یکی از شب‌هایی است که زمین توسط موجودات نورانی به اسم فرشتگان رب العالمین با فرمانده شد، با جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و همه میان چه روی زمین. تنزل الملائکة و روح فرمانده کل چه ملائکه است. زمین و نورباران میکنند. همینطور که در شب تاریک از پایین ستاره ها رو در آسمان میبینیم، مساجد خدا در روی زمین مثل ستارگان است برای اهل آسمان. اونها مساجد نورانی میبینند، ما ستارگان رو در آسمان. این ملائکه ها موجودات نورانی سرازیر زمین میشن در شب قدر، مصافحه میکنن با بندگانی که حلقه ذکری، تعظیم خدا، ذکر خدا، تلاوت کلام رب العالمین. امیدوارم که امشب نصیب ما و شما و جمیع امت محمد صلی الله علیه وسلم در اقصا و ادنا نقاط دنیا بشود و این جهان پهناور. لیلة القدر خیر من الف شهر. یک رکعت نماز، یک آیه قرآن
اگر در امشب تلاوت بکنید مثل این که 83 سال و 6 ماه پشت سر هم دارید تلاوت میکنید. 1000 ماه معادل 83 سال و خورده است. یکی از این شب هاست، شب 29، شب 27، شب 25، شب 21. هنیئا لک. امیدوارم که نصیبت شده باشه. 5 تا شب قدر عمرت معنوی میشه 400 خورده ای سال. این بچه های عزیزی که هنوز به سن تکلیف نرسیدن اینجا دارم میبینم، این نوجوانا، این جوانایی که اول زندگیشونه، هنوز تو پرونده هاشون گناهی ثبت نشده، اینا توشه براشون میشه. صدقه هم فراموش نکنید. 1 تومن صدقه بدید تو ماه رمضان چقدر میشه؟ مثل این که 83 سال صدقه دادید. صدقه رو فراموش نکنید برای توسعه جامعه. هر جایی که خودتون میشناسید فطریتون هم فراموش نکنید. اونایی که 120 میلیون تومان پول دارن، نصاب زکات 120 میلیون تومنه، باید برای هر نفر 400,000 تومان فطریه بدن. کسانی که 120 میلیون پول تو بانک دارن، اگه 5 نفر اعضای خانوادهشون میشه 45 تا 2 میلیون تومان باز زکات فطر بدن. هر کسی نصاب زکات داره، یعنی 120 میلیون تومان. اونایی که 60 میلیون دارن 1 میلیون بده. اونایی که 30 میلیون دارن 500,000 تومان بده. اونایی که 200 کمتر دارن 15 میلیون دارن 250,000 تومان بدن. اما اونی که 120 میلیون پول تو حسابشه بیاد 30 تومان زکات فطر بده، نه. هر کسی نصاب زکات داره باید برای هر یک از افراد خانوادهش 400,000 تومان فطریه بده. هر کسی هم نداره هیچ. کسی فقیر است فطریه هم از گردن ساقط روزش هم بلند میشه به آسمان. امیدوارم که در این شب بیاد ماندنی همه ما و شما مورد عفو و بخشش و رحمت خدا قرار بگیریم و انشالله که از این مسجد بیرون نریم. از این دعای ختم قرآن خونده میشه. صحابه وقتی قرآن ختم میکردن کل اعضای خانواده رو جمع میکردن، در دعای ختم شرکت میکردن. دلهاتون رو صاف و پاک بکنید، با خدا با قاطعیت صحبت بکنید. نگید خدایا اگر خواستی مرا ببخش. چنین دعای ما نداریم. با خداوند اینطوری صحبت نکنید خدایا اگر خواستی مرا ببخش. نه، خدایا منو ببخش. در دعا نباید انشالله باشه خدا اگر خواستی منو ببخش. نه، پیامبر گفته در دعا باید بخواهید، نگی اگه خواستی منو ببخش و خدا میبخشه. بازا هر آنچه هستی بازا. این درگاه باز عزیزان من، این خانه من نیست. اون اللهی که میبخشه. اما وصلیم. منی که روی این صندلی نشستم این حرفا رو دارم میزنم، فکر نکنید من دیگه بهشتی ام 100%. شما گناهکاری نیازی به این حرفا دارید. من خودم بیشتر از شما نیازی به این حرفا دارم. نیازی به دعای خیر شما دارم، نیازی به رحم خدا دارم. کسی نمیدونه کی از کسی بهتره. فقط این دعا رو بخونیم خدایا ما را عاقبت به خیر بگردان. خدایا ما و فرزندان و عزیزانمون خانواده‌مون همه رو حفظ بفرما و عاقبت به خیر بگردان. ما را بندگانی مطیع و مفید قرار بده. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. تعدادی از برادرها و خواهرای عزیزمون تقاضای دعا کردن. بعضی زندانی دارن، بعضی بیماری سرطان دارن، بعضی بچه دار نمیشن. من اسم نمیبرم، پیش خدا اسمشون مشخصه. این تقاضاهایی که به من دادن همه اونها خواسته هاشون و پروردگارا اگر خود صلاح دونستید و صلاح شما در اون بود که چه این امشب شفا پیدا بکنه، امشب مشکلش حل بشه، پروردگارا مشکلش را حل بفرما و بیمارانشون رو شفا بده و زندانی هاشون اسباب براعتشون فراهم بفرما و
فرزندان سالم و صالح و مصلح عنایت بفرما. خداوند در قرآن گفتن که بعضی بندگان دختر و پسر بهشون میدم، بعضی بندگان پسر بهشون میدم، بعضی بندگان دختر بهشون میدم، بعضی بندگان هم چه حقیمشون میکنم، آزمایششون میکنم. ولی اون راضی به رضای خدا. ولی ما دست از دعا بر نداریم.